سلام دوستان عزیز. امروز اومدیم با سناریو اینتر ویلن روتینگ. یعنی چی؟ ما یه سویچ سیسکو داریم که دو تا ویلن روش تعریف میکنیم. یه ویلن 20، یه ویلن 30. ویلن 30 میشه آیتی روممون، اتاق آیتی. ویلن 20 میشه ورک روممون، اتاق کار. مثلا اینجا 5 تا سیستمه، اینجا هم 2 تا سروره. ما میخوایم این دوتا رنجاشون مختلف باشه، همزمان روت هم بین هم داشته باشن، یعنی ارتباط هم بین هم داشته باشن. دو حالت داره، یا سویچمون لایسم ساپورت کنه، وقتی هم که این قابلیت رو نداریم از یه روتر استفاده میکنیم. حالا سویچمون سیسکو، روترمون میکروتیک. میخوایم این داستان رو اوکی کنیم. خب ببخشید، اول ما باید روترمون رو کانفیگ کنیم. میریم توی کلاینتمون که وصلیم به روتر. منتظر میشیم ویندوز 7مون بیاد بالا، همزمان ویندوز سرورمون هم اومده بالا. خب میایم توی وین باکس، اون کلاینتمون هم بالا اومد. یه رمز جدید باید بذاریم، 1 2 3 1 2 3. خب میریم توی اینترفیس ها، میریم میبینیم کدوم اینترفیس روتر، اتر 0 که اینجا میشه اتر 1 خورده به سویچ. میگیم تو سیسکو سویچ. اوکی. میریم توی قسمت ویلن. ببخشید. خب یه ویلن تعریف میکنیم به اسم آیتی روم. آیتی روم ویلن چند باشه؟ ویلن 30. میگیم ویلن آیدیت 30 باشه. میگه از کدوم اینترفیس؟ میگیم اون اینترفیس که خورده به سویچ سیسکو. اینترفیس دیگه هم هست ولی خب اونی که به سویچ خورده. یه ویلن دیگه هم تعریف میکنیم، ورک روم، اتاق کار. میگه ویلن آیدی این چند؟ میگیم این 20 باشه، این هم باز همون اینترفیس. میگه اوکی. خب ما الان 2 تا ویلن داریم با ویلن آیدی های 20 و 30. ببخشید. میریم تو تب اینترفیسمون، میگه زیر مجموعه اتر که خورده به سیسکو 2 تا ویلن هست. میگیم اوکی. به این اینترفیس ها یه آی پی میدیم. به آیتی روم که ویلن 30 بود اگه درست بگم، درست، آی پی رنج 3 میدیم، 192.168.1.24 به آیتی، به اینترفیس که خورده به اتاق آیتی. به اینترفیس که خورده به اتاق کار آی پی 2.1 میدیم، رنج 2. اوکی. خب میریم یه DHCP هم تعریف میکنیم. ستاپ روی اتر آیتی روم با رنج 3 میگه گتوی 3.1 از 3254. میگیم نه، از 329. اینجا هم 311. میگیم اوکی. DNS سرور هم نمیخواد بدیم چون الان سناریومون نیاز به اینترنت نداره. ورک آیتی که میشه رنج 2. اینجا میگیم 29. این دل بخواهی من DHCP دارم کوچیک میکنم، دلیل خاصی هم نداره. من چون از 11 میذارم توی سرور اکسدن 10 تا اولو چون آی پی سرور رو استاتیک میدیم 10 تا رو برای اون میذارم. من هیچ دلیل خاصی نداره، از دو عادته. 2 تا DHCP هم راه اندازی کردیم. کاری دیگه با روتر نداریم. میریم سراغ سویچمون، سیسکو سویچ. خب اینو اینجا میذاریم تو مود کانفتی. میگیم اتر اول 2 تا ویلن تعریف میکنیم. یه ویلن سی به اسم ورک، نه البته سی میشه آیتی روم.
یه ویلن دیگه هم تعریف میکنیم، بیست، اسمش ورک روم. خب اگزیت میکنیم. حالا میریم توی اینترفیس 02 که خورده به سرورمون، اینترفیس اترنت 02 میگیم سویچ بورد، میخوایم اینو تو اون ویلن قرار بدیم، اکسس ویلن سی. اوکی، یه اگزیت میدیم. میریم اینترفیسی که خورده به کلاینتمون، ورک روممون، اترنت 03 میگیم سویچ بورد اکسس ویلن 20. اوکی. حالا یه کار دیگه مونده، ارتباطمون با روتر. چون این دوتا یه تجهیز شبکه‌ای ان، کلاینت و اینا نیستن، باید مودشون ترانک باشه. البته همین سناریو تجهیز شبکه‌ایه، منظورم دوتا دیوایسی ان که اینجوری کلاینتی نیستن. خب میریم توی اینترفیس اترنت 03. این ارتباط سویچ و روتر و سویچ و اینا باید چی باشه؟ ترانک. میگیم مود ترانک. میگه الان نمیتونم. چرا؟ چون این کپسولیشن هم در حالت اتوه که احتمالا مشکل برمیخوریم. میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم سویچ بود ترانک encapsulation .1q. خب درسته. حالا چیکار میکنیم؟ الان ارتباطمون درسته، فقط بعد سویچ بود مود ترانک رو قرار بدیم. اوکی شد. حالا که قرار دادیم چیکار میکنیم؟ کافیه بریم تو کلاینت هامون، مثلا الان ویندوز 10 میریم NCP کارت شبکه هامون، یه دیزیبل اینیبل میکنیم که آی پی بگیریم. دیزیبل اینیبل. خب منتظر میشیم تا آی پی بگیره. میریم سرورمون هم همین کارو میکنیم، میگیم ncpa.cpl که چیکار کنیم؟ یه دیزیبل اینیبل اینا. همینطور که میبینید آی پی هم گرفت. رنج 3 این کلاینتمون یه ذره دیر میگیره چون سیستم اولیه سو اینا تا پکت رو برن یه ذره طول میکشه گرفت. خب این هم رنج 2 گرفت. حالا اون 329 دیگه درسته. میکروتیک همیشه از آخر آی پی میده. ما پینگش هم تست کنیم که روتینگمون درست در اومده. الان میگم چرا 329 خودش 2 بوده، الان رنج مخالفش هم میبینه. چرا؟ یه قابلیت داره سویچ میکروتیک، ببخشید روتر میکروتیک چیه؟ پورت روتینگ، اینترفیس روتینگ یعنی بهش میگن. بذارید من وارد روتر بشم. شما هر اینترفیسی که داری یه آی پی وقتی بهش میدی، بر اینترفیست خودکار توی تب روت خودش دوتا برای هر آی پی یه دونه روت مینویسه داینامیک. چی میگه؟ میگه اگه میخوای آی پی رنج 2 رو ببینی از این اینترفیس برو، یعنی گت وید این اینترفیس باشه 2.1 باشه. میگه اوکی. میگه اگه میخوای آی پی رنج 3 رو بدی از این گت وی برو، آی تی رو مستقیم میده اتاق آی تی، میتونه کلاینت ها همو ببینن. این خودکار داینامیکه. دوستان چنل رو ساب کنید، دوربین ببخشید ویدیوهای خیلی خفن‌تر تو راه، سناریوی بزرگتر و مسابقه و جشنواره خفن‌تر هم تو راه. خدا نگهدار.